در مصاحبه روز حالا داوودخان خطک شارح رادیوی آزادی را در مسائل آسیای جنوبی و مرکزی پای صحبت کشیدیم. سلام آقای خطک. گروه‌های جندالله، انصارالله و برخی دیگر تشکل افراطی و تروریستی در تاجیکستان زیاد شناخته شده نیستند. با گفته مقامات اعضای این سازمان‌ها افرادی هستند که از پاکستان و افغانستان به وطن برمیگردند. آیا نفوذ این گروه‌ها تا کجا زیاد است که خارجی‌ها را به صف خود جلب می‌کنند و با چه رسالت آنها را به وطنشان می‌فرستند؟ Yeah, well, thank you very much. Jandallah group is existing in Pakistan southeast. گروه جندالله که شما یادآور شده در مناطق جنوب و شرقی پاکستان نفوذ دارد. این گروه اساساً در ولایت بلوچستان که در مرز پاکستان با افغانستان و ایران قرار دارد فعال است. در گذشته و امروز گروه جندالله همچون یک تنظیم ضد مسلمانان شیعه مذهب شناخته می شود و به وجه عموم این گروه بر ضد ایران بوده در داخل و خارج بر ضد این کشور اقدام می کند. جندالله بارها در حمله ها بر ضد مسلمانان شیعه مذهب مقیم مناطق جنوب و شرقی پاکستان دست داشته است. حکومت پاکستان فعالیت جندالله را منع کرده است. سالهای 2001 زمان شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان بسیاری از گروه‌های افراطی از آسیای مرکزی که در این کشور پناه برده بودند به پاکستان فرار کردند. حالا آیا گروه‌های شبیه حرکت اسلامی ازبکستان به سازمان‌های دیگری تروریستی پیوستند و یا آنها فعالیت خود را به طور جداگانه برآمدند؟ بله، با شروع عملیات بین المللی در افغانستان در سال 2001 گروه‌های افراطی و تروریستی و حتی طالبان افغان به مناطق قبیله نشین پاکستان و ولایت بلوچستان پاکستان انتقال یافتند. از جمله گروه حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت وزیرستان پاکستان پایگاه دارد، ولی طور می‌دانید برنامه‌های این سازمان‌های افراطی و تروریستی تقریباً همسان است. آنها با همدیگر هواداری می‌کنند، ولی نمی‌توان گفت که این یک شبکه هماهنگ شده باشد. آنها بعضاً به یکدیگر نزدیک نیز می‌شوند، ولی هدف این نزدیک شوی قبل از همه نجات مشترک است. تشکر.